سلام دوستا قوما، امیدوارم جور و صحتمند باشین. برای تمام قومات تبریک میگیم این کامیابی را که ما تونستیم این نامی تحمیلی را از سر بازار از خود پس کنیم. دیگه جای از اینجا نیست. اینجا اگر کدام نام مایه او باید نام قابل قبول تمام از دکاندارا، تمام از قوما باشه. دیگه ما تمام را تبریکی میگیم. جور باشین. برای تشکری از همکاری شما که قد از ما دقیق از دیرا همگام بودین، همراه بودین، سپورت کردین. دیگه یک جهان تشکر از تمام شما. دیگه ما بخیر انشالله برنامه هم میگیریم، جشن هم میگیریم، تمام شورا دعوت منیم. دیگه یاسین جان شما گفتنی دارین؟ سلام قومای محترم، تشکر بازم از حوصله‌مندیشیم. رقم که مو چند روز پیش اپدیت کردید شما را که تصمیم کانسل است. کانسل کنوینس شده که این نام پروبلماتیک بوده و این پس منه امروز کسا آفیشال شد، رسمی شد. دیگه بعدا بلده نام آینده ای که یگان نام دیگه مثلا انتخاب شونه یا نشونه او را ماده کردن که کنسلتیشن دمی شروع منه و او حق زور منی بیزنس های توماس استریت اینم نادره که زیر کدام نام بیزنس رو میخواه پروموت کنه، تبلیغ کنه. سو حق از نایه و اونا ریکمندیشن که بیده و نمو میشه. ولی متاسفانه بعضی دوستای مکسته اون در کانسل هم یک شرشور کده مثلا برشدن که مو هرگز ورتم یک چیز را تشویق نمونی، طرفداری نمونی، مو محکومونی. باید بسیار مسالمت آمیز قد آرامی و حوصله برخورد کنی. قد زی چیزا پیش میم دیگه عزیز یاد گفتنی ندارم. تشکر که شنیدین و بازم تبریک باشه. زنده باد. جور باش.